اگه از خوزستانیا بپرسی کدوم غذاتون رو بیشتر دوست دارین، اکثرا میگن مگشت. اکلتنا اليوم مگشت. پوست ماهی رو میگیرم، یه بریش طولی میدم و گوشتش رو جدا میکنم، بعد تکه میکنم. ماهی رو توی پلاستیک میذارم و فلفل تند، سیر، برگ بو، تخم گنشنیز، فلفل سیاه و بقیه ادویه ها و نمک رو اضافه میکنم. بعدم روغن زیتون میزنم، بعد توی آب جوش میپزم. میتونید از تن ماهی آماده هم استفاده کنید، ولی ما با ماهی پخته درست میکنیم. پیاز رو تفت میدم، بعد شوید میریزم، بعد هم سیر و ماهی که پختم رو اضافه میکنم. ادویه میزنم و در آخر کشمش میزنم. برای تهدیگ سیب زمینی پخته شده رو له میکنم و مواد رو لای برنج میذارم و دم میدم. این هم پرطرفدارترین غذای خوزستانی. سهم کم الف عافیه.